سرخط خبرها مسئول کمیسریاتی حربی برای گرفتن پورا دستگیر کردند. مقامات میگویند محدودیت یا لیمیت برق بیکار شد. و پرسش کدام کشور را برای مهاجرت انتخاب میکنید؟ سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز سه‌شنبه 14 می. آژانسی مبارزه با فساد از بازداشت کارمند کمیسریات حربی در ناحیه تیمور ملیک خبر داده است. او به گرفتن پورا متهم می شود. به اطلاع دفتر مطبوعات این آژانسی اسامودینوف از 27 سپتامبر سال 2021 تا این جانب در وظیفه سرداری زیرشعبه قید افسران احتیاطی کمیسریات حربی ناحیه تیمور ملیک کار و فعالیت کرده در دوره فعالیت کاریش دست به جنایت زده است. میانه ماه آگوست سال 2023 در ناحیه تیمور ملیک اسامودینوف با ساکین این ناحیه شهروند NJ واخورده آگاه گردید که پسر او نیت گذاشتن خدمت حربی در هیئت ذخیره‌های سفربری یا خدمت آلترناتیوی را دارد. اسامودینوف حالت مذکور را برای گرفتن مبلغ‌های پولی مساعد حسابیده با سوء استعمال مقام خدمتی برای در هیئت ذخیره‌های سفربری گذاشتن خدمت حربی از پدر جوان مبلغ 12,000 سومانی طلب نموده ماه آگوست سال 2023 در دو حالت از او مبلغ ذکر شده را گرفت گفته می شود در سامانه آژانسی. نظر اسامودینوف و یا نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیست. سردار زیرشعبه قید افسران احتیاطی کمیسریات حربی در ناحیه تیمور ملیک در روزهای بازداشت شده است که در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به خدمت حربی ادامه دارد. پیشتر نیز بعضی از نمایندگان اداره‌های دولتی از جمله کارمندان کمیسریات حربی به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. مسئولان شرکت برق تاجیک از بیکار شدن لیمیت یا محدودیت نیروی برق در کشور خبر دادند. بختیار احمدزاده معاون رئیس شرکت شبکه‌های تقسیمات برق نهاد مسئول تقسیمات نیروی برق در تاجیکستان به خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان گفته است که شروع از 7 می تمامی محدودیت‌های انتقال برق در کشور لغو یا بیکار شده است. اهالی کشور حالا در شبانه روز 24 ساعت برق دسترس می‌کند و هیچ گونه محدودیت یا لیمیت وجود ندارد، گفته است بختیار احمدزاده. در همین حال او اضافه کرده است که اگر هر کجای برق قطع شود مربوط به مشکلات تکنیکی یا کارهای تکنیکی است و در چنین موردها ساکنان به نمایندگی‌های برق تاجیک مراجعت کنند. فقط بدانند که محدودیت دیگر نیست، گفته است این مسئول. مقامات از تیر ماه سال 2023 به ساکنان منطقه‌ها با لیمیت یا به طور محدود برق می‌دادند. بر اساس رجع تعیین کرده شبکه‌های تقسیمات برق ساکنان صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 22 باید برق می‌گرفتند. آخر ماه فوریه این محدودیت به شهر دوشنبه هم رسید. تامین اهالی با برق یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیادی نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری است. مهاجران هر سال صدها میلیون دلار به کشور می‌فرستند و اقتصاد عائله‌ها را می‌چرخانند. مقامات تاجیکستان در سالهای گوناگون تلاش کردند که به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان و بریتانیا نیروی بیشتری کاری فرستند، اما روسیه همانا مسیر اساسی مانده است. بعضی از کارشناسان میگویند مقامات و مردم تاجیک باید درک کنند که روسیه مکان دائمی تامین روزگار نیست. این نوبت همکاران ما از ساکنان پرسیدند که اگر قصد مهاجرت داشته باشید کدام کشور را انتخاب میکنید و چرا؟ شما مهاجرت رفتگی نکنید؟ مهاجرت روسیه پسیه؟ خیر روسیه رفتگی مکا. اگر این دفعه را برید مهاجرت کدام دولت انتخاب میکنید؟ اکا همین 5 کار تیمور رفتیم مقصد همین نوسیبی رفتگیم یکوتیا. نه اگر پیشنهاد کنم مقصد اگر سوم ای طرف خیچون باشه خیلی خلاصا میبره میره مو خیلی مرد کاریم. حاضرش در روسیه من دیپورتم یگان جوش رفتگی نیستم. تو موی آگوست دیپورتی من محکم. خیلی من جنوب محترم رفت کدوم دولت قطع شرطنامه کنه خیلی ما میریم همونجا با یه حد عذاب خیلی میبینیم چیز. من تلفن‌ها در عذابم. مهاجرتی در روسیه است برای ما سبک‌ها بسیار باشه میریم روسیه
یا که با اروپا اگر دیگه دولت‌ها هم که برای ما سابقه باشه میریم. به نظر من روسیه بهتره که برای چی زبان میدونه عرف و عادت کرده ما ملت حکم قانونی هر یه دولت بخش قانون داره قانون خطا اگر که ندونی انا دیگه دولت هم باید که قانون خطا و قانون هم دولت رعایت کرده ایرو قانون رعایت کنی نه که وقتی ایرو قانون رعایت نکردی انا او هم دولت دوری خودش حمایت میکنه. پیش وقت روسیه میرفتیم ما که روسیه کم ترک مثال بزه پشیدگی به روی امو چیو میخوایم که امی یک جایی باشه که بریم یک اولون که نریم امی جا بسیم کار کنیم او خوبه ماده اومدن مرا 20 روز نشده مثال به حد موجودم توجیکا می‌نام توجیکا پراورکا بسیار بود راست دیگه پابگم امروز روز ما اومدیم فرامدیم همه ایرپورت توجیکستان دا خاتمون خدا دروغ نکنه 65 تا همین توجیکا دپارتاسیون ایوون کو کدا بودن ما با خودش رو کو اومدیم 65 موجود خدام شاهدی حالم که در همون سیمو گردونده رویشون کدام ایوون کو موجود برای کار نروان برای تماشا روان لیکن برای کار در تاجیکستان کار کنم بهترین جا کار فراهم برای همینجا همه شرایطی برای کار مداشیدگی همه جا را آباد کردگی یعنی که بیا کار که کارگر نمیرسه در ما که جای دبرای مرحمت بیا کار که میگه خیلی کمتر موزی میلش کم هم باشه نه که هست کار دارم اینجا اکو هازی کورسی همه چی کاتگوری موزی کورسی جورا سوزای پلش на самом деле ака мақсад на кафел сад сима мезанам اما 1000 روبل همونجا گوید ای خدا را شده دم دولتی خدم زندگی من بیام سری و پریقتی هم بجنب به حرکت کنی خداوند برکت چه میداد میام ما زندگی من میدونی تاجیکستان ای هنری خدم لودک چی نمیره انگلیا کا من طرف اروپا هموس میرم دیگه کجا میرم دیگه قبول کنن ما نمیرم مکه قبول نکنن خدا باشه گرامی هم سازد. بیننده های عزیز شما هم نظرهای خود را زیر این برنامه برایمان نویسید. خواندیق بشینبویف وزیر پیشین اقتصادی ملی قزاقستان با جرم کشتن همسرش سلطنت نوکینوای 24 سال زندانی شد. حکم را روز 13 می صادر کردند. دادرس گفت وزیر سابق با کشتار با بیرحمی مخصوص و شکنجه گناهکار دانسته شد. بشینبویف روز 6 می و در سخن آخرین خود از مشاوران خلقی خواست که به قضیه واقع بینانه و بی‌غرضانه بها دهند. وی گفت خود را گناهکار می‌یابد ولی نه در کشتار. با گفته او مفتشان گویا با فشارها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داده شدند و تفتیشات با تمایل ابدارکنی انجام شده است. همگی چند ساعت پیش از اعلان حکم امانکلدی نوکینوف پدر سلطنت نوکینووا با روزنامه‌نگاران گفت دامادش باید به حبس 1 عمری محکوم شود. وی گفت اگر خواندیق بشینبویف به حبس 1 عمری محکوم نشود قرار دادگاه غیر عادلانه خواهد بود. وزیر پیشین اقتصادی ملی قزاقستان را 11 نوامبر سال 2023 به گمان قتل همسرش به حبس گرفتند. او همگی 26 سال داشت که به منصب وزیری رسید. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. چهاردهم می سال 2015 در تاجیکستان در رابطه با ناپدیدشوی سرداری گروهی تعییناتی مخصوصی وزارت امور داخلی پالکونیک گلمراد حلیموف پرونده جنایی باز شد. پالکونیک حلیموف از میان بیش از 2000 شهروند تاجیکستان بلند مقامترین عضو داعش از این کشور بود. زمان همچون وزیری جنگی داعش معروف شد. سال 2017 اطلاع زید و نقیض درباره کشته شدن او نشر شد ولی تا حال این آوازها رسما تصدیق نشده است. 14 می سال 2016 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات به قانون‌های اید را امضا کرد که بر اساس آن 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. 16 نوامبر سال 1992 امامعلی رحمان رئیس شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان انتخاب شده برای بار اول به رهبری این کشور رسید. منتقدان اعلان روز پرزیدنت را ادامه سیاست پرستش شخصی رهبری اول در تاجیکستان می نامند.
14 می سال 2018 بازار صابر شاعر معروف تاجیک پس از 2 هفته درگذشتش در امریکا در وطنش تاجیکستان به خاک سپرده شد. مرگ بازار صابر را اهل ادب تاجیکستان تلفات بزرگی برای ادبیات تاجیک مینامند. در سرگاه حرکت‌های دموکراتی سالهای 80 تاجیکستان شوروی بود. آزاداندیشی‌اش سبب شد که سال 1993 برای 9 ماه زندانی شود. بعد رهایی‌اش با مساعدت سازمان‌های حامی حقوق در امریکا مقیم شد. خود شاعر درباره خود گفته است: شعر در حلقم بمیرم، شاعری خلقم بمیرم. بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 119 سومانی، 100 یورو به 1175 سومانی و 100 دلار به 1089 سومانی. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید هر لحظه در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش های بیشتر را پیدا نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبان.